خیر جعفر سوسنم که ازدواج کردن. آره میدونم جعفر گفت چند وقت با هم بودن این دوتا؟ فکر کنم 6 ماه. اوه چه عجله‌ای دارن که بیشتر میموندن نه مثلا 6 سال وای میزدن مثل ما، چون ما 6 سال وای میزدیم و ازدواج نکردیم. اون بیچاره 6 ماهه اسکلن. ببین لباسم این خیلی قدیمی 6 ساله دارمش دیگه پوسیده احساس میکنم. 6 ساله نه میپوسه درسته، حتی پیرنم آخ میگه میپوسه تجزیه میشه چون 6 سال زمان زیادیه. پیرنم تجزیه شد چه برسه به آدم. چیکار میکنی؟ هیچی دیگه این دوستامون هستن که بعد 6 ماه دارن ازدواج میکنن. حالا عروسی میریم بعد یه هدیه چیزی ببریم دیگه. دارم اون رو انتخاب میکنم. من چی بگیرم؟ من که میخوام عتیقه بگیرم. این عتیقه است. عتیقه چیه؟ چیزایی که بالای 6 سال موندن. تو مثلا میتونی فکر کنم منو ببری چون منم بالای 6 سال دست موندم عتیقه شدم دیگه. منو ببر بده بهشون منو ببر. عزیزم من تصمیم گرفتم میخوام ازدواج کنیم. اوکیه؟ معلومه که نه. چرا؟ این همه من میخواستم تو فرار میکردی، حالا تو میخوای من فرار میکنم. چرا باید بقیه عمرم به پای تو بسوزم؟ این همه عمرمو سوزوندی. اصلا من ازدواج نمیخوام. بعد از 6 سال میگی نمیخوام. بله نمیخوام. کی شدی که منو نمیخوای؟ این همه وقتم به پای تو گذاشتم، همه کارا رو واسه تو کردم. فکر می‌کردم تو واقعا می‌خوای با من ازدواج کنی من تیرش میدی. خیلی خوب نه باشه آروم باش. باشه ازدواج میکنیم آروم باش. آره میکنیم باشه.